سلام، به کلاس مایند خوش اومدین. لیلا هستم، روانشناس و لایف کوچ. چیزی که من همیشه تو جلسات میبینم اینه که آدم ها با کلمات خودشون رو تعریف میکنن، کلماتی که حقیقت نداره. مغز ما با تصویر فکر میکنه اما با کلمات برنامه ریزی میشه و ما هر روز 10 بار با خودمون حرف میزنیم. جملاتی مثل من همیشه کارو خراب میکنم، من بدشانسم، من نمیتونم. ولی یادتون باشه اینا فکر نیستن، اینها فرمانهایی هستن که تو داری به ناخودآگاهت میدی و ناخودآگاه بیوقفه تلاش میکنه این فرمانها رو به واقعیت تبدیل بکنه. اما اگه این کلمات تغییر کنن، اگه زبونمون دقیق‌تر، هوشیارتر و همراستا با خواسته هامون بشه، اتفاقات بیرونی شروع به تغییر میکنه. حالا ما این هفته یه ورکشاپ داریم به نام کلمات جادویی و قراره که روی همین موضوع کار بکنیم. اینی که چطور آگاهانه حرف بزنی تا ذهنت به نفع تو عمل بکنه. این ورکشاپ آنلاین هم برگزار میشه به زودی به زبان فارسی برای شما عزیزان.